خواهر جون آروم آروم بیا، نکنه فرار کنه ها. آروم. منم دوست دارم. حالا چیکار کنیم؟ میخوایم بریم استانبول. بده؟ آره؟ بیا ایلکنور تا مامان ندیده از اینجا بریم. باشه. سهر، یادت مادر بزرگ چی میگفتش که اگه با طبل و دهل بری بیرون بالاخره یه خروس جلوت ظاهر میشه. اگه قدا کنی میتونی اونو جادو کنی و یه عمر خوشبخت بشی. پس اگه اینجوریه بده یه طرفشم من بگیرم خواهر جون. این باش. قدا. باریش اینجا همه دیوونن، پس هرچی میخوای بگی زودتر بگو که بزنیم به چاک. باشه. سلام علیکم. اینجا خونه آقا رستمه؟ بله پدرم هستن. بله باید بگم پدرمونن. شما از اهالی هندوستان هستین درسته؟ سر پا بمونن. بفرمایین. نه ما با آقا رستم کار. دم در که بعده بفرمایین تو. سلام، من ایلکنور هستم. اینم خواهر دوقلوم سهره. شما کی هستی؟ من باریشم. اینم آقا داداشم ساوشه. خیلی خوشبختم. ببخشید آقا رستم نیستن؟ شما با پدرمون چی کار دارین؟ یه درخواستی ازشون داریم، بهشون میگیم ما زود میریم. میگم خواهری فکر کنم اینا میخوان بیان ما رو از بابامون خواستگاری کنن. همه حرفایی که استاد میزنی یکی داری پیش میاد. بالاخره قسمت خودش به پامون افتاد. آبجی خانم آقا باباتون نمیخواد بیا؟ تو با پدرم چی کار دارین؟ اون خیلی لجبازه، به این راحتی ها ما رو شوهر نمیده، ولی ما راضی هستیم. مگه نگفتم سر بدارم؟ ای بابا تو خونه سر و صدا، تو حیات سر و صدا. گفتم بیام اینجا بخوابم، اینجا هم نمیذاریم. فکر کنم اینا اومدن ما رو از بابامون خواستگاری کنن. خیلی خوش اومدی. چرا سرپا موندی؟ دخترا پرسیدین آقایون چی میل دارن؟ نه آقاش خانم، ما یه کار کوچیک با آقا رستم داریم، بهش میگیم و میریم. نه پسرم اینجوری که خودکو خالی نمیشه. بذارم به شربت چیزی بردارم بیارم. وایسیا سهر میبینی؟ بالاخره خدا صدامون رو شنید. مطمئن بودم که اینجوری میشه. دندونای سفید و بازوهای قشنگشون. میدونی دلم چی میخواد؟ دوست دارم بره جلوی بابام وایسه و منو بندازه رو دوشش و برداره ببره تو کوه و دشت. بعدشم تو داری چی میگی دیوونه؟ چیکار کنم خواهری؟ احساس میکنم عاشق شدم. پسر به خدا اگه یه روز دیگه اینجا بمونیم آخر یکی از این آدما رو میزنم میکشم. نه با تا شب هر جور شده میریم دیگه. راست میگی، تا شب دیگه میریم. وای داداش، منم داشتم دنبال شما میگشتم. بعد جور گرفته. خیر باشه عثمان. خیره. میگم میشه بیاین تو قهوه خونه و یه چای با هم بخوریم، یه کم باهاتون حرف داشتم. باشه واسه یه وقت دیگه عثمان، من الان کار دارم. نه به خدا نمیشه، یه وقت دیگه اصلا نمیشه. ببین دلم آتیش گرفته، باید باهاتون حرف بزنم. خیلی خوب، هرچی میخوای بگی همینجا بگو دیگه. لابد بازم امینه دیگه. داداش میگم دخترا رو فراری بده، هم خیال خودت رو راحت کن هم ما. نمیتونم، چون اینجا دختر فراری دادن کار زشتیه. میدونین که خب روستا جای کوچیکیه، هر روز همه دیگه رو میبینن. بعدش هم امینه آرزو داره که با دعای خیر پدرش ازدواج کنه. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی نظر منه، شما دیگه سنتون رفته بالا. تو این روستا به پسرای مجرد همسن شما به چشم بد نگاه میکنن، یعنی به منم به چشم بد نگاه میکنن. و من میگم دیگه وقتیشه که شما هم سر و سامون بگیرین. آره یعنی میگم که اگه یکی از شما، اگه یکیتون با ظریفه ازدواج کنه، منم میرم با پدرم حرف میزنم و راضیش میکنم که شما هم اینجا بمونید. چطوره؟ نظرتون چیه؟ ببین داره میخنده، خوشش اومد. قیافه ساماشو نگاه کن.
بچه داره میخنده. تازه الان دندونش دیدم، تا حالا نخندیده بود. ازدواج کنیم؟ ببین ساواشم خوشش اومد. دیدی بهت گفتم تو این روستا یه آدم عاقل پیدا نمیشه. بیا بودم. عثمان جون بذار روشنت کنم. با اون دیوونه ازدواج که هیچی، ما حتی حاضر نیستیم باش یه عکس بندازیم. تو هم نمیگیریش؟ بعدا مواظب باش. میبینم. چی کار میکنی سمت؟ باید چی کار کنم؟ مثل همیشه کاره دیگه. کاپیتان سالی از دستم خیلی توقع هستم. داری عصبانی نشه؟ باید حواستو جمع میکردی دیگه. من که حواسم جمعه، ولی فکر نمی‌کردم آقا سلیمان اینقدر حواس پرت باشه. به خدا بدبخت شدم دیگه، دخترشو بهم نمیده. نه ترس، چیزی نمیشه. مگه بابا سالهو نمیشناسی؟ اون مثل آب رو آتیشه، یه خورده زمان بگذره میتونی دلشو به دست یعنی بیاری. میگه میشه سمت؟ آره بابا نگران نباش. بدبختیمون یکی دوتا که نیست. امینه هم برای ظریفه شوهر پیدا کرد. واقعا؟ خوبه دیگه، اینجوری تو هم سرسامون میگیری. آره منم میدونم کی خوبه، اما میدونی کیو پیدا کرده؟ اون دوتا پسر هستن ساواش و باریش، اونا رو پیدا کرد. ولی آخه اونا اصلا از ظریفه خوششون نمیاد، آدم حسابش نمیکنن. دیگه باید یه رای پیدا کنی. تو هم خیلی آدم جالبی هستی ها، جدی میگم سمک. اگه شعرهای تو نبود من نمیتونستم دل امینه رو به دست بیارم. ببینم سمن، تو چرا یهو به افق خیره شدی؟ ببینم مشکلی چی داری؟ اگه مشکلی داری به من بگو داداش، همش که نباید من سر تو رو درد بیارم. یه خوردم تو با من حرف بزن. بگو ببینم مشکل داری؟ نه چیزی نیست. خیلی خوب. خیلی خوب باشه. اگه مشکلی نیست پس لطفاً برای من یه شعر بنویس که برم دل امینه رو به دست بیارم. باشه ها؟ باشه. یه دونه دیگه برات مینویسم. دمت گرم سمن. خیلی رومانتیک باشه، قلب من داشته باشه. اینو بده به من، تو بریز. میگم خواهر، این پسرایی که تازه اومدن تو روستا خیلی بچهای خوبی هستن ها. ساواش باریشو میگم. گوش کنم اینه، حتی وقتی اسمشون میاد مو به تنم سیخ میشه. اسمشونو نیار. وا چرا این حرفا میزنی؟ خب ماشاءالله خیلی خوش قد و قامت هم هستن. مردشون رو ریخت و قیافه‌شونو ببرن، حالم ازشون به هم میخوره. مطمئنم اون کارم زیر سر اونا بوده ها. وا چرا باید تو اینترنت برای تو دنبال شوهر بگردن؟ آخه چرا باید یه همچین کاری کنن ها؟ تو اونا رو نمیشناسی، هر کاری بگی ازشون برمیاد، شک نکن. خب اگرم این کارو کردن حتما میخواستن باهات شوخی کنن. تو هم بخند و رد شو. چرا باید بخندم و رد شم؟ من نمیفهمم آبروم جلو همه رفته. سب کن تو این لپتاپ کوفتی رو نگاه کنم ببینم دقیقا کی این کارو کرد. برای چی میخوای این کارو کنی؟ میخوام ببینم اسم اون سایت چیه، روشنش کن ببینم. من چه میدونم سایت چیه آخه؟ ول کن بابا. وای این چیه؟ مگه چیه؟ اینجا چی نوشته امینه؟ ها؟ اینجا نوشته قلبم تو را انتخاب کرد .com. آره واقعا همینو بله نوشته. امینه همینو نوشته. خوب نگاه اینو کن. بگیرش ببینم. سب کن ببینم. بیا اینجا. درو باز کن امینه. باز نمیکنم. باز کن وگرنه خیلی برات بد میشه. میخوای با هم چی کار کنی؟ امینه چطور تونستی با من همچین کاری بکنی؟ میخواستم برات شوهر پیدا کنم. کار بدی کردم؟ شوهر چیه؟ پیرمردای سن بابا بزرگم اومدن. میدونی یعنی چی؟ آره آبروم جلو همه رفته. درو باز کن. باز نمیکنم. حالا باهات کار دارم. فکر کردی ولت میکنه؟ اما باید جواب پس بدی امینه خانوم. چی میخوای؟ علیک سلام ظریف جون. چی کار داری؟ باز میخوای سر به سرم بذاری آره؟ نه با میخواستم ببینم عمو صالح خونه است یا نه. پس خودت بهم کمک کن. خب من به تو کمک کنم. برو پی کارت. یه لحظه صبر کن دیگه، یه سوال دارم بعد خیلی خب میرم. باشه زود بپرس. خواهر کی اومده باباست؟ نه خیر یه آدم به درد نخوره اومده سوال داره. امیدوارم زودتر این سوالو بپرسه و بره. فقط میخواستم ببینم کسی این اطراف هست که ماشین رو تعمیر کنه. تموم شد؟ بله. باشه کسی نیست.
تا وقتی این دیوونه است کارت خیلی سخته عثمان. همیشه میگن تو هر شری خیری هست. اگه تصادف نمی‌کردین الان با هم آشنا نمی‌شدین. آره واقعا خانواده آقا صالح خیلی خوبن، خیلی بهمون کمک کردن. بله آقا صالح همینجوریه، خیلی آدم خوبیه. تو این روستا هیچکی مثلش نیست. به چی میخندی دختر جون؟ راستشون آدمی که تو فالت افتاده بود دقیقاً عمو صالح بود. از دست تو سبکی. مگه دوست داشتن چه ایرادی داره مامان؟ دلش کن کارش نداشته باش شفیق جون. به خدا دلم یه جوری شد، خیلی هیجان زده شدم. مگه دل آدم حرف حساب حالیش میشه؟ ببینم اونم شما رو دوست داره؟ کاش میدونستم. به خدا اگه میدونستم یه گوسفند قربونی میکردم. اما آقا صالح که حرفی نمیزنه. میدونی چون اینجا روستا اصلش نمیخواد گوشت من حرفی در بیاد. خب پسرت نظرش چیه؟ هنوز بهش نگفتم که فعلا نه به داره نه به باره. اگه قبول نکنه چی؟ پسر من حرفی نمیزنه. آرکانم خیلی آقاست، اون احساس آدما رو درک میکنه. Seve seve ölürüm senin için. Yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana cesaretin varsa aşka. صدای کیه؟ گفتم که پسرمه آرکان. صبح تا شب میشینه یه گوشه آواز میخونه. Birden tek bir bakışın. Senindi tüm aşkım, senindi hayatım. Kalbimi kırıp bıraktın. Seni ilk gördüğüm günü hatırladım. Kandırdı beni birden tek. تو همونی، همون فرشته. چیزه 2 روزه دارم دنبالت میکردم، همه کاروانا رو گشتم. دقیقا لحظه ای که ناامید شده اینجایی. دارم رویا میبینم. تو واقعی هستی؟ دوست داری کدومش باشه؟ واقعیت رویا. وای هوا خیلی گرمه. تو هنوز نخوابیدی؟ رفتم به 1 سالگیم. ببینم اون گلدوزیه؟ نه خیلی گلدوزی چیه؟ نه خیر قایم نکن، به خودم دیدم داشتی گلدوزی میکردی. باشه امینه باشه، داشتم گلدوزی میکردم. آره گلدوزی میکنم، سوزنم میره تو دستم. حالا مگه الان چه اتفاقی افتاده نه ها؟ منظورم اون نبود، آخه تا حالا ندیده بودم گلدوزی کنی، واسه همین گفتم. خب میخواستم خودمو سرگرم کنم. واقعا که چی بگم؟ ببینم چقدر خوشگلم شده. تو هم بلدی یا میبینم که نکنه داری برای جهیزیت درستش میکنی ها؟ برای جهیزیه تو درست میکنم. ببخشیدا اینا رو دارم برای تو درست میکنم. نمیفهمی اصلا نمیبینی. خواهر مهربونم. دیگه اونا باید بذارین توی مزارم. بابا به چه حرفا میزنه ها؟ زبون تو گاز بگیر. مگه دروغه؟ تقصیر توئه دیگه. امینه جان گناه من چیه؟ مگه من دلم میخواست که اینجوری بشه؟ نخواستی اما کاری هم نکردی. تو از من چی میخوای؟ چه انتظاری داری؟ دلت میخواد به خاطر حرف بابا هر کی از راه میرسه من بهش بگم بله بعدم بدبخت بشم بیفتم اینجا؟ نه دلم نمیخواد اینطوری بشه، اما دست خودم نیست، ناراحت میشم. آخرشم به عثمان نمیرسم. آرزو به دل از دنیا میرم. بابا این حرفو نزن دختر. شت منو نگاه کن. این حرفو نزن. تو امانت مادرمونی امینه. مگه من چی گفتم ها؟ میگم یکم صبر کن. بابا وقتی ببینه من ازدواج نمی‌کنم مجبور میشه تو رو بده بزک عثمان. نمیر، بهار میاد، کنبوزه با خیار میاد. ای بابا صبر کن. به خاطر تو فیلمو از دست دادم. خیلی این فیلمو دوست دارم. منم دلم برای این دختر خیلی میسوزه. طفلکی بین 2 مرد گیر کرده. میگم خواهر، میخوام یه چیزی ازت بپرسم، عصبانی نشی؟
یه سوالی نپرس که عصبانی بشم. سریع عصبانی نشو دیگه، داریم با هم حرف میزنیم. عصبانی نمیشی یا قول بده؟ باشه قول میدم، بپرس. مثلا تو چه جور آدمی رو میخوای؟ آخه این چه سوال مسخره ای ها؟ منظورم اینه که مثلا اگه جای این دختره بودی. این دختره؟ مثلا اگه جای این دختره بودی کدوم انتخاب میکردی؟ اونی که زورش زیاده و همش داره دعوا میکنه، یا اونی که چه میدونم مثلا اونی که رومانتیک نگاه میکنه و آرومه و چه میدونم، کدوم انتخاب میکردی ها؟ ای وای! این سوالی مسخره چی از من میپرسی امینه؟ نمیخوادی چی از من بپرسی؟ برو به گربت برس که داره شیشه رو از جا در میاره. عثمان اسمی امینه جونم، باقلوای من، حالت چطوره؟ خوبم، تو چطوری؟ یه شعر جدید برات نوشتم. واقعا؟ بخونم؟ بخون. برای گریه کردن مراقب چشمانت باش. وقتی لبات میخنده آدم گریش میگیره. برای دوست داشتن به زیبایی، برای دوست داشتن به زیبایی نگاه کن. صورت زیبا و صورت زشت نمیتونه دلبستگی بیاره. حسرت یعنی از معشوقت دور بمونی. وقتی معشوق کنارته حسرت کشیدن معنایی نداره. دزدی کردن بردن پول و پله نیست. دلبری کردن دزدی نیست. برای کشته نیازی به خنجر نیست. نگاهت خنجر، لبخندت گلوله. اگه این شعرات هم نبود هیچ جذابیتی نداشتی. جذاب نبودم؟ اصلا. شب بخیر خوشگل من. قربونت. این چیه بابا؟ اون چیه پسرم؟ تو کاروان پیداش کردیم. جدی میگین؟ یعنی کار کی میتونه باشه؟ اونا تو کابینت چی کار دارن؟ ها؟ اگه ما گفتیم تو کابینت بودن بابا، تو از کجا میدونی اونجا بودن؟ نگفت؟ نگفت بابا. داری چی کار میکنی ها؟ باشه بهتون میگم. اون دارویی که به من زدن یادتونه. برای اینکه کشفش کنم میخوام اینجا بمونم. اگه بهتون میگفتم گند میزدی. درسته بابا، حق با تو. من تا چند لحظه دیگه میخوام غافلگیرتون کنم. مامان باشه چیه پسرم؟ هیچ. یه پیشنهاد خیلی خوب براتون دارم. چه پیشنهادی بابا؟ چی داری میگی؟ اون ماشینه بود که دوست داشتین که شبیه سفینه بود. خب اونو براتون میخرم. بی خیال، شوخی نکن. با کدوم پول میخوای بخری بابا؟ پسر همش اینجا تو سرمه. بابا تو اون همه پولو به خوابت هم نمیتونی ببینی. راست میگه بابا، پس الکی گولمون شما با حرفاتون دل منو شکستین. آخه ببینم جالا شده من به شما قولی بدم و عمل نکنم ها؟ همیشه. بس کنید دیگه. اما این دفعه فرق میکنه. این تخصص منه، داروهای گیاهی و صنعت داروسازی. ببینید من 1000 ساله که منتظر همچین فرصتیم. اگه چیزی که تو سرم انجام بدم خیلی پولدار میشیم. حالا از ما چی میخوای ها؟ دختره که دارو آورد اسمش چی بود؟ ظریفه. آره دیگه ظریفه.
باید به اون نزدیک بشین. اول دلشو، بعدم راز این داروشو به دست بیاریم، بعد برای من بیارین. من دارو رو درست میکنم، پولدار میشین دیگه، پولدار میشین. اون کار سخته. باید این کارو بکنیم، آخه چاره دیگه ای نداریم. فقط این دختره و پدر بزرگش دستور رو دارن. من با بابا بزرگ حرف زدم، نم پس نمیده، خیلی لجبازه. دختره از اونم لجبازتره. پس این کار سختی. واقعا؟ باشه، پس این کارو باریش میکنه. اون تو مخزنی استاده، ماشینم مال اون میشه. آخه صبر کن ببینم. مگه من گفتم انجام نمیده؟ باشه، پس چی گفتی؟ بابا من انجام میدم. اگه واقعا ماشین میخری پس دستورشو برات گیر میارم. خیالت راحت همینه پسر خودم. صبر کن بابا جان، صبر کن. تو به این اعتماد نکن. این میره گم میزنه. خودم انجام میدم. سواش میدونی تو باز چی کار کنی؟ برو دنبال همون بچه بازی ها. این تخصص منه. باریش جون، برادر عزیزم، کشش نده. دختره با من، ماشینم مال من. حالا میبینی؟ میبینم. اینو وای چیه دیگه؟ حوضو بلا من شیطان رجیم. خدا منو بکشه، مسمال گرفتم، جنه اومدن سراغم. چی شده؟ چی شده؟ چتونه؟ چه خبر شده دخترم؟ چی میکنی؟ یه هیولاست که نترسین، من پیشتونم. چی شده؟ پشتتونم. مرگم بده. بابا نترسین میگم. اینجا چه خبره؟ تو کی هستی ها؟ چیه داداش؟ تعطیل داداش. با من از الان خودم تعطیلت میکنم. بده من اونا، بده. چی کار میکنین؟ صبر کنین، الان ناقصم میکنین. شبتون بخیر. اینو نگاه کنه، خجالت نمیکشی؟ نگاه کن تو خدا، مردم میرن کره ما. بعد ببین این دنبال چی کار داری میکنی آخه؟ خب اینا مال عهد بوقن دیگه. الکی شلوغش نکنین، فقط میخواستم شوخی کنم. ما هم شوخی تو دوست نداشت. چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد هیچ اهمیتی نداره، اما فکر کنم دیگه فردا صبح زود از اینجا بری. نصف شبیه اعصاب منو به هم نریز. برو پی کارت. این چیزه. پس شبتون خوشه، امیدوارم خوش باشین. مسواکم یادتون نره. بدوین بیاین، باید جمع کنیم بریم، زود باشین. نه تو هم بیا، بذار چشمتو باز کنم. خب دیگه چشمتم که باز کردم احمد. برو خداحافظ همتون، شبتون بخیر. بیاین نهالی بیاین. خدا شفاشون. این چه وضعیه؟ عجب تشکیلاتی رو انداخته بودن ها. عیناً فیلمای هندی بود. بهتره بگیم بالیوود. چرا این کارو میکنن؟ چرا نداره که؟ واسه این که ما رو بترسونن فرار کنیم. خدا میدونه تو این روستا چی دارن. اوف، دیگه خسته شدم از این همه انرژی منفی. دارم میرم بخوابم. برو. تا اینا منم نکشتن برم بخوابم. شب بخیر. شب بخیر بابا جان. قلبم ریخت. بابا اینو از کجا آوردی؟ از زیر بالشت تو پیداش کردم. تو پوستر منو دزدیدی؟ با چی باید بدزدم؟ اون مال خودمه ها. ارزش نداره به خاطر یه پوستر دعوا کنید. دختره رو گول بزنید، فرمول ازش بگیرید، یه دونه واقعیشو میخرم. برید سر کارتون، بدوید. هیچ شانسی نداری. این گویای میدان، هر کی دختر بگیره ماشینم میگیره. میستونمش. معلوم میشه.
nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Terzim kader satıp savdı malı mülkü. Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım, bizden akıl kaldı nereye fikir. Bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Kıtır kıtır. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. بابا بزرگ شده ها؟ شما تو حیات خونه من چیکار دارین ها؟ خجالت نمیکشید؟ آروم باش هیچی نیست بابا بزرگ جان. برو کنار ظریفه، برو کنار، میخوام این بیشرفا رو ببینم. بابا بزرگ تموم شد، آروم باش، اونو بده به من. میزنمشون. تمام شد، آروم باشین. داده ساواش انگار رسیدیم تای خط. حالا بگیم ببینم اول کدومتون رو بزنم؟ عشق هزار تا شکل داره، هزار تا چهره داره.